سلام بیننده های مهمانی آزادی از رادیو آزادی. مهمانی امروز برنامه ما هستند نازی ملیکوف، هنرمند تئاتر و کارگردان تاجیک. استاد به برنامه خوش آمدید و طور ما میدونیم چند روزی پیش از اشکی با جایزه برگشتید و این جایزه مبارک باشه. تشکر. این نمایشنامه از روی اثر دراماتورگ فرانسوی آماده شده است. وقتی که ما فهمیدیم که در بیشکک فستیوال بین‌المللی تئاترهای آسیای میانه و اینچنین تاتاریستان اشتراک میکنند، با ما درخواست کردند که فیته فرستیم. فیته فرستیم یعنی که از 3-4 نمایش ما باید انتخاب کنیم. ما فرستادیم شب دور از وطن از روی اشعار بازار صابر، کامیو اشتباه، آلبرت کامیو و اینچنین رستم و سهراب فردوسی. اشتباه که نوین بود، جدید بود، مثلا 2 سال اخیر روی صحنه کارکرد شده بود، بنابراین اونها قرار گرفتن بالای نمایشنامه اشتباه. موضوع آلبرت کامیو اشتباه یعنی که موضوع مهاجرت در بر میگیرد. فرزندی که از عائله‌ای که از دیار اقتصادی تنقیصی میکشید برآمده به مردکاری میرود و دور از وطن میافتد و بعد از 25 سال باز برمیگردد به نزد مادرش که در مثلا سطح پست اقتصادی زندگی میکرد و مثلا در یک موضوع زندگی میکردن که اونها سیاحان رو خانه اجاره میدادند و انتخاب میکردن هر یک سیاحی که مثلا پولدار بود اونها با همراهی دخترش و قتل میرساندن و مبلغ اونها از خود میکردن. شاید موضوع خودی مهاجرت بود که همه رو در تشویش مانده است. یعنی بازتاب حیات امروزی بازتاب حیات امروزی یعنی که روزمره است. موضوع خیلی برخورد امروز است. استاد شما زمانی در تئاتر اهوران کار میکردید و بعد از درگذشت فروخ قاسم شما این تئاتر رو ترک کردید. چرا؟ بعد از وفات فروخ قاسموف اون طلباتی که برای من هنرمند لازم بود، اون طلبات ایجادی من در نظر دارم، مثلا من دسترس کردن نتوانستم، یعنی که به من نمیرسید، چیزی فضای ایجادی نمیرسید. بنابراین من خودم رو به هر طرف زدم و دست زدن من نیز به کار کارگردانی یعنی قانع کردن اون طلبات‌های ایجادی انسانی من بود. یک کار کارگردانی بهترین شما همین نمایشنامه شب دور از وطن از اشعار بازار صابر است و میگفتند که شما این نمایشنامه را محض به استادتان فروخ قاسم بخشیده. بله، من بسیار افسوس میخورم که استاد در قید حیات نبودن، یعنی که این موضوع مهاجرت در بر میگیرد. لیکن مهاجرت، من این مهاجرتی را همچون انسانی که به این دنیا میاد از دنیای غیب، از دنیای مثلا از ازلی که خداوند انسان رو میآفرد به این دنیا، وقتی که تولد میشود انسان و هر که مهاجر است، و مهاجر است و مهمان این دنیا است. بنابراین فروخ هم یک مهاجری بود که اومد نقش خودش گذاشت و رفت. تشکر استاد برای یک صحبتی صمیمی. زنده باشید. رویش درست نظر کردم. مادر جان راست است که خمیگم بدن انسان را میسوزاند. من گمان میکردم که برایم فرق ندارد. عزیزم باورم نمیاد که تو رو نشناخته باشم. مادر همیشه بی سر خود رو میشناسد. مادرم مرا 20 سال باز ندیده است. آن زمان که سرچه خود سال کودک بود. اشتباه رخ داد. مادر چنین گفتم جایز باشه. خدا